اول از همه از تک تک هممیهنانم در هر جای دنیا که هستید، از روم که باشید تا برلین که باشید تا استکهلم که باشید تا استرالیا و همه جای دنیا که هستید، درود به همتون و اهمیتی که این یک صدایی و همصدایی نه فقط جون میده به هممیهنانی که در داخل کشور اکنون تو زندان نوین هستن یا به چششون تیر میخوره یا بهشون حمله های شیمیایی گازی میشه تو مدارس، ولی ضمناً دنیا صداتون رو میشنوه. دنیایی که 43 سال دولتاش فقط با جمهوری اسلامی و نمایندگانش صحبت میکرد، ولی امروز فهمیدن که بایستی صدای مردمی رو بشنون که این نظام معرف